شماری از جوانان به گونه داوطلبانه به مجروحان نیروهای مسلح خون اهدا نمودند. تعدادی از جوانان و محصلین مؤسسات تحصیلی خصوصی بر علاوه اهدای خون در دیدار با تورن جنرال تاج محمد جاهد قماندان قل‌اردوی ظفر هر گونه همکاریشان را با نیروهای مسلح اعلام کردند. شرح بیشتر این خبر از ساجده جمشیدی. این جوانان به قل‌اردوی ظفر آمدند تا به طور داوطلبانه برای مجروحین نیروهای امنیتی خون اهدا نمایند. آنان هدفشان را از اجرای این برنامه ارجگذاری بر رشادت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کردند. قماندان قل‌اردوی ظفر نیز از احساسات نیک، همدردی جوانان و محصلین سپاسگزاری نمود و گفت قربانی‌ها و جانبازی‌های نیروهای امنیتی افغان به خاطر حفاظت از جان و مال مردم و تامین امنیت و صلح و ثبات است. 23 تن از این محصلین هر کدام مقدار کافی خون را به گونه داوطلبانه به نیروهای اردوی ملی اهدا نمودند. برید جنرال عبدالغنی قماندان شفاخانه ساحوی اردوی ملی از جوانان و محصلین به خاطر اهدای خونشان به مریضان و مجروحین نظامی و ملکی اظهار سپاس و قدردانی نمود. قرار است خونهای اهدا شده محصلان به مریضان و مجروحان نظامی و ملکی شفاخانه 100 بستر ساحوی اردوی ملی اهدا شود.